وای وای آقای دکتر، پسرم چه اتفاقی براش افتاده؟ حالش خوب میشه؟ ببینید آقای مایکل د سانتا، مثل اینکه یه حیوان وحشی به پسرتون و دوستش حمله کرده. خب حالا چی میشه آقای دکتر؟ حالش خوب میشه یا نه؟ من هر کاری باشه براش انجام میدم تا حالش خوب بشه. اگه بخوام باهاتون صادقانه صحبت کنم، حالش که الان اصلا خوب نیست، چون خون خیلی زیادی ازش رفته و الانم کاملا بیهوشه. ولی خب زخمایی که روی بدنش هست زیاد عمیق نیستند و زیاد جای نگرانی هم نیست. بله آقای دکتر، خب الان چی دستور میدی؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ به نظر من که امروز و فردا رو بیمارستان باشه تا هم زخماش بهبود پیدا کنه، هم تحت نظر باشه تا وقتی که به هوش بیاد. بعد از اونم میتونید ببرید خونه ازش مراقبت کنید تا حالش کم کم بهتر بشه. جیمی پسرم، الان 2 روزی که از بیمارستان آوردیمت خونه.